سلام دوستان. امروز قراره بریم سراغ یکی از جالبترین موضوعات درباره آلمان، یعنی همسایه‌هاش. آلمان توی قلب اروپا قرار گرفته و با 9 کشور مختلف مرز داره. یعنی کلی فرهنگ و زبان و تاریخ متنوع دور و برش هست. اما این همسایه‌ها فقط توی جغرافیا کنار هم نیستن، بلکه داستان‌های جالبی هم بینشون وجود داره. راستی توی آزمون شهروندی آینبورگ تست 4-5 تا سوال در مورد کشورهای همسایه آلمان مطرح میشه. از شمالی ترین نقطه شروع کنیم. دانمارک تنها همسایه شمالی آلمانه و این دو کشور یک رقابت دوستانه توی فوتبال دارن، اما توی تاریخ هم درگیری‌های سر ایالت شلزویگ داشتن و جنگ‌های شلزویگ معروفه. واحد پول دانمارک کرون دانمارکی است و با وجود اینکه جزو اتحادیه اروپا است، یورو رو قبول نکرده. دانمارک حدود 6 میلیون نفر جمعیت داره و پایتخت اون کوپنهاگ هست. سمت غرب همسایه‌هایی مثل هلند، بلژیک، فرانسه و لوکزامبورگ رو داریم. هلند و آلمان دوتا از قوی‌ترین اقتصادهای اروپایی هستن، اما روابطشون همیشه خوب نبوده. توی جنگ جهانی دوم آلمان به هلند حمله کرد و این باعث تنش‌های تاریخی شد. البته این دو کشور امروزه شرکای نزدیک اتحادیه اروپا هستن. هلندی‌ها به زبان هلندی یا داچ حرف میزنن و واحد پولشون یورو هست. پایتخت هلند بندر آمستردامه. آلمان و بلژیک بارها در جنگ‌های جهانی با هم درگیر شدن، ولی حالا روابطشون خیلی خوبه. جالبه بدونید که شرق بلژیک یه منطقه آلمانی زبان داره و توی بلژیک به 3 زبان فرانسوی، هلندی و آلمانی صحبت میشه. پایتخت بلژیک بروکسل هست. لوکزامبورگ کوچکترین کشور همسایه با جمعیت فقط 666,000 نفر هست. مردم لوکزامبورگ هم به 3 زبان صحبت میکنن: لوکزامبورگی، فرانسوی و آلمانی. پایتخت لوکزامبورگ شهر لوکزامبورگه. آلمان و فرانسه قرنها با هم در جنگ بودن. از جنگ‌های ناپلئونی گرفته تا جنگ فرانسه پروس و 2 جنگ جهانی. اما بعد از جنگ جهانی دوم این دو کشور از پایه‌گذاران اتحادیه اروپا بودن و حالا قوی‌ترین روابط سیاسی و اقتصادی رو دارن. همونطور که میدونید فرانسوی‌ها به زبان فرانسوی صحبت میکنن و پایتخت اون شهر رمانتیک پاریس هست. سمت شرق لهستان و جمهوری چک رو داریم. اینجا هم ترکیبی از همکاری و تاریخ پیچیده وجود داره. آلمانی‌ها و لهستانی‌ها سالها درگیر بودن، اما الان روابطشون بهتر از همیشه شده. جنگ جهانی دوم از حمله آلمان به لهستان شروع شد و بعد از جنگ مرزهای آلمان تغییر کرد و خیلی از مناطق شرقی به لهستان پیوستن. پایتخت لهستان ورشو هست و به زبان لهستانی صحبت میکنن. واحد پولشون هم زوتی هست. و اما جمهوری چک، منطقه بوهمیا که الان بخشی از جمهوری چکه، یه زمانی تحت کنترل امپراتوری آلمان بوده. بعد از جنگ جهانی دوم آلمانی‌های زیادی از چکسلواکی اخراج شدن، اما الان روابط این دو کشور خیلی بهتر شده. واحد پولشون کرون چک هست و پایتخت هم پراگ. و در آخر همسایه‌های جنوبی یعنی اتریش و سوئیس. سوئیس کشور بی‌طرفیه و اصلا خودش رو وارد جنگ جهانی دوم نکرد. آلمانی‌ها عاشق سفر کردن به سوئیس هستن، مخصوصاً که زبان آلمانی رایج‌ترین زبان سوئیسه و البته به خاطر طبیعت بکر و شکلات‌های فوق‌العاده‌اش. توی سوئیس به 4 زبان صحبت میشه: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانش و واحد پولشون هم فرانک سوئیس هست. اتریش و آلمان یه زبان مشترک دارن، ولی همیشه یک کشور نبودن. بعد از جنگ جهانی اول اتریش نمیتونست به آلمان بپیونده، ولی توی جنگ جهانی دوم نازی‌ها اتریش رو به خاک آلمان ملحق کردن. بعد از جنگ اتریش دوباره مستقل شد. توی اتریش تنها به زبان آلمانی صحبت میشه. البته لهجه با آلمانی معیار یا هوخدویچ کاملا متفاوته. خب دوستان، اینم یه نگاه سریع به همسایه‌های آلمان. یه بار دیگه بخوام سریع نام ببرم: دانمارک، فرانسه، هلند، لوکزامبورگ، بلژیک، لهستان و چک و سوئیس و اتریش. توی کامنت ها برام بنویسید که شما دوست داشتید توی کدومی که از این کشورها زندگی کنید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، چوس!